صدها هزار تظاهر کننده اندونزیایی در حمایت از مردم غزه از جاکارتا، بکاسی، پورواکارتا و چند شهر دیگر اندونزی در غرب جزیره بزرگ جاوه گرد هم آمدند تا ضمن محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بر برقراری آتش‌بس دائمی در نوار غزه تاکید کنند. ما از شهرهای مختلف اندونزی اینجا در جاوه غربی با برپایی راهپیمایی ضد صهیونیستی خواستار آتش‌بس دائم در نوار غزه هستیم. جنایات رژیم خونخوار صهیونیستی را محکوم می‌کنیم و خواستار آزادی سرزمین‌های اشغالی هستیم. شهروندان اندونزیایی در شهر مدان واقع در جزیره سوماترای این کشور نیز با تجمع مقابل شرکت‌های حامی صهیونیست‌ها خواستار تحریم محصولات این شرکت‌ها شدند. همچنین دانش آموزان استرالیایی در شهر ملبورن با ترک کلاس‌های درس راهی خیابان‌ها شدند و با دانش آموزان بیپناه فلسطینی که در بمباران مدارس غزه قربانی جنایات جنگی رژیم کودککش صهیونیستی شدند، ضمن قرائت قطعنامه ابراز همدردی کردند. 75 ساله که اشغال و نسل‌کشی در فلسطین ادامه داره. ده‌ها هزار فلسطینی در زندان‌های صهیونیست‌ها اسیرند و هزاران کودک و دانش آموز قربانی حملات بی‌رحمانه رژیم جلاد اسرائیل شدند. آیا باز هم برای تعطیل کردن مدارسمان در اعتراض به قتل عام همسن و سالانمان در نوار غزه دلیل می‌خواهید؟ این دانش آموزان ضمن تاکید بر برقراری آتش‌بس دائم در نوار غزه خواستار آزادی سرزمین‌های اشغالی شدند. اسماعیل پورحاجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.